بهم بگید که الان چه سمتی داریم چه الان نشون میدم متوجه میشید مثلا ببینید نور من میذاره روی در واقع کنتراست داره خب میتونه بازم موقع همون کنه درس رو ولی نه خیلی پاها باز چون وقتی با تو باز کنیم با این میره بالا واسه یه پوزه مثلا فوق درس یه ذره ولی یه کوچولو مثلا سنشوال‌تر و سعی کنید میتونید بدنتون بزنید که رو این به این ور وایسه بدنتون رو به این سمت باشه ولی صورتتون سمت در ورودی یا بیاد دوربین من باشه صورت بره سمت آینه مرسی حتی میتونید چشم برد یه جایی دوربین نگاه کنید یه جایی نگاه نکنید بعضی جاهایتون یعنی یا مثلا الان به آینه نگاه کنید مثلا برای تنوع بشه چون ببینید نور اصلی الان اینه رو صورت و بدنتون اوکی در نتیجه یه جایی میتونید به دوربین نگاه کنید یه جایی نه برید و دقیقا سعی کنید وسط باشید یعنی داخل اون همین میتونید یه کوچولو مثلا برجستگی باسن یا اوکی تغییرش بدید یا میتونید به این سمت سعی کنید باز باشه با تغییر جهت دادن باسن و یا فرم نگاه یه زمان دامنه یه کوچولو یکشون پایین زد آره یکشون پایین زد گرارا چیز شده اوکی خوبه بریم پاها موقع کسی همچه پاهاتون بازتر بکنید بهتره و پاهاتون رو سعی کنید به جای اینکه اینجوری رو به من بایستین یه کوچولو بازاویه ببینید ما دو تا نور داریم یه نور اصلی الان نه الان پشتون ببرید الان روتون ببره ما دو تا نور داریم یکی اونه یکی اینه خب اگر شما رو به روی نور بایستین تمام سایه ها از بین میره و میشه جسم فلت ولی وقتی با زاویه بایستین یعنی سایه میندازه سرشونتون روی این بدن روی اینجا سایه میندازه این تقابل سایه میندازه همه چی سایه میندازه یعنی برجسته تر میشه و برجستگی تو عکس با سایه به وجود میاد بخاطر همین دقیقاً حالا همین واسه میتونی صورت داره سمت در حتی پاها بازتر بشه بازم اوکی نگاه بره سمت پایین و اون بر پاشه باتون دست راست میتونی بیاید اینجا مثلا این چپ راست بیاد مثلا نگاه موها رو جمع کرده دقیقاً نگاه به سمت در ورودی اوکی این برجستگی وسط سینه برجستگی شکم با سایه بود ولی وقتی شما کامل روی نور وایسین همین فلت میشه خب من دارم سعی میکنم که بیشتر با سایه و برجستگی رو بیان کار کنم حالا همین میتونه مثلا این شکل با این سخته یکم فرق نمیکنه با هر کدوم که راحت تری ولی این باز رو به روی من بگیریم بیشتر اوکی بریم با هر کدوم اون باید فکر کنیم با اون یکی بگیریم نه با این راحت تری باشه دیگه اینو من یک دو سه که گفتم بیاین بالا این جست رو با یه دونه پیران دامن صورتی توری دیدم با اون مثلا یه همچین چیزی قشنگ‌تر است این جست بیشتر هیز طوری بیاین پس میخوایم یه پوزه روی زمین مثلا فوق با یه چیز بگیریم حتی میتونم بشینم ممکن من بردم بشینم یا مثلا فقط همه چی داخل این مستطیل رو زمین باشه یعنی اوکی بریم اوکی یکی دیگه نگاه در مرسی بررسی واسه بیشتر به سمت من بچرخه مرسی دست چپ میتونی بیاد بالا اینجا آره اوکی بریم چقدر لباس ناراحتیه
سعی کن صورتت یه کوچولو این ور باشه و این نگاه هم میتونه دارم باشه. اوکی، تغییرش بده. یه ذره پاها بازتر. نمیذاره که این لباس. بیشون. یه حساب کنم زمان رو میشه. اوکی. یه ذره سر بالاتر. مرسی. یکی دیگه. سر بالاتر. نگاه اینجا. مرسی. نگاه اینجا میخواد بره پاشنه پا رو ببینه. ولی با سر بالا. آها بره سر بالا. چشم بسته. چشم بسته بالا 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 بالا. مرسی. اوکی. دقیقا. خب. میتونه بیاد به این فرم. لباس همش بزنه. یا که چرا میشه؟ یک کوچولو دیگه میاد. این باش. یک کوچولو. خیلی جالبه. بریم. پام؟ یک کوچولو جمع شد. اوکی. اوکی. چشم از سر بالا. این دست که اینجا بود باید به راست‌تر رفته بود و آمده بود بالا پاشنه. از این پام دیگه. اوکی. ببین. اوکی. همینو شما میتونید به پشت به اون سمت بچرخید و بعد نگاه. اوکی. یک کوچولو بس بیاید پایین. یک کوچولو ولی خم نشه. یک کوچولو بیاید پایین ولی هم فرم حفظ کن. اوکی. یه ذره پاها بازتر. اوکی. نگاه در رو بدی. نگاه پایین اینجا. بررسی که واسه یک کوچولو بیشتر. حالا دست راست میتونید اینجا قاب درست کنید تو صورت. نگاه بدونید. یه ذره از این فاطمه این زانوی راست یک کوچولو داره جلوتر که انگار فاصله پاها بیشتر شده. جلوی این مثلا 500. آره اوکی. خب مسئله اینجاست که همین پوز اصلا صورت فقط اوکی. اصلا بره بالا پاها رو پرت کنه. 1 2 3 با چشم بسته. یکی دیگه 1 2 3 یکی دیگه پاها 1 2 3 چشم میکنم. آره دیگه روشون اوکی. میخوای عوض کنی لباسو؟ آره.